نستو. در باب معنی نستو در فرهنگ امید کوتاه می خوانیم. نستو خستگی ناپذیر، مرد جنگی که از جنگ و ستیز خسته نشود، کسی که از کار و کوشش به ستو نیاید. ولی به نظر ما نستو نه ستو. ما در فارسی واژه ستو را به معنای خستگی داریم. این یک فعل است که حالت نفی آن نستو می شود. ناخستگی، نیرومندی، توان. نه اینکه بگوییم خستگی ناپذیر، شخص با انرژی و توانمند، بلکه اگر می خواهیم آن را به شخص نسبت داده و فاعلی بسازیم، پس باید مثل پشتو آن را با پسوند دارنده من یا مند ترکیب کنیم و نستومند بگوییم، چنانه که در پشتو شخص خسته را ستومان و ناخسته را نستومان می گویند. ستومان و نستومان پشتو نیز باید در اصل ستومن و نستومن خوانده و نوشته شوند.